حالی آیت جهاد میاد، جهاد ما تشریح نکنم. چرا؟ حکومت ما را بگه که جوانان گیزه میگیره، من چی کنم؟ تو که تمام روز دی شبکه های شیطانی به هزارها رقاصه را میاری میرقصانی، جوانان گیزی زنا را میگیره، ایرا خیانت نمیگی، ایرا جنایت نمیگی. من که قرآن میخونم، گپی سخنی الله را میگم. اگر از این کسی هم گیزی جهاد میگیره، این جرم است. خود جناب سارنوال صاحب راستی تا بگو، جناب کسی که تحقیق میکنه، جناب آمر صاحب امنیت، جناب آمر جنایی، تو در روز قیامت در پیش الله چی جواب میگی؟ الله همین سوال از پیشت نمیکنه که اگه عالم قرآن بیان میکرد صرف به خاطر انگیزه دادن تو رو شکنجه میکردی، اما که در ملک انگیزای فساد یک نه بلک ها بود، اون چرا کش نکردی؟ جنایت گفته، لعنت گفته. تو سرنوال روی جنت باز میبینی و الله جواب داده میتونی؟ در وطن که 1000 فساد تبلیغ و دعوت به نصرانیت است، هیچ چیزی نیست. اگر من در سر منبر نظر به غیرت دینم، نظر به دلسوزی افغانی ما، سری مرده و سری مظلومیت افغانیت خود مسلمانی خود می گریان میکنم، مرا میگی تو تروریست هستی. این کدام عدالت است و انصاف است که تو میکنی؟ قطعا بگو. امروز وا خیلی هوشیار است، در میدان خدا خوب آرام نماز میخوانه، آمینه به زور میگه، خب درست به سنت طریقه استاد میشه، او رو وهابی میگه. کسی که عمل به سنت رسول الله میکنه، گناهی تا جمع کرده برو، اینطور باقی نمیمانی. يا نفس إن لم تظفري يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي